خب بچه‌ها خوش اومدیم به قسمت سوم از برنامه عشق و نفرت. توی قسمت سوم چالشی که واسه بچه‌ها آماده کردیم چالش جرأت یا حقیقته که برخلاف قسمت قبل که چالش‌ها تیمی بود، این چالش انفرادی و تک نفره است. طبق آمار نظرسنجی کامیونیتی هم کسی که با رأی شما بیشترین آرا رو توی قسمت قبل آورد علی سفری بود که 10 امتیاز نظرسنجی رو میگیره و جدول امتیازات تا به الان به این شکلی میشه که توی تصویر می‌بینید. بریم با هم دیگه قسمت سوم از این برنامه رو ببینیم. خب بریم برای قسمت سوم. فقط قبل این که حالا بازیمون رو شروع کنیم من اینو بگم اولی که این قسمت هر چالشی که داره اتفاق میفته کاملا انفرادیه، یعنی تو هر کاری دوست داشته باشی میتونی انجام بدی، امتیازش هم کامل برای خودته، چه بگیری چه نگیری. اوکی این تا اینجا. قبلش فقط نظرسنجی رو من بگم. خب فکر کنم همتون هم دید دیگه 10 امتیاز مخاطب و ما تا لحظه آخر باز 4 نفر آوردیم بالا که علی سفری بود، مهرناز، نگین، حسین که ترجیح مخاطب علی سفری بوده و 10 امتیاز مخاطب ما میدیم به علی سفری و تو اون جدول هم که علی سفری میاد بالا 10 امتیاز میگیره. اوکی این تا اینجا. اگه صحبتی حالا شما 4 نفر راجع به نظرسنجی دارید، حرفی، حدیثی، هر چی هستش میتونید بزنید. خب از خود علی اول شروع کنیم که مبارکتون باشه. مرسی ممنون. من که حرفی ندارم، فقط خواستم تشکر کنم به همه کسایی که من انقدر لطف داشتن. ان شاءالله که همیشه شاد و سلامت باشن تو زندگیشون. عزیز دلمی. مهناز چی بگم؟ لابد حقش بوده دیگه. دعوا جواب داد دیگه. داد بیداد چاله میدونه دیگه. مبارکت باشه. نگین خودم به شخصه خیلی خوشحال شدم که رأی آورد، چون خودم من حالا 10 امتیازو داشتم ولی بقیه بچه‌ها نداشتن. دوست داشتم که بین شما 3 نفر باشه که حالا تو انتخاب شدی. خیلی خوشحالم، تبریک میگم بهت. داشتن منم اول به علی تبریک میگم بابت این 10 امتیاز. واقعا رقابت خیلی نزدیکم با علی. آره ولی خب به علی میرسه. داداشم 10 امتیاز رو داداشم. دم مردم هم گرم که رأی دادن. فداتون بشم. خب پس از الان به بعد بریم واسه استارت جرأت حقیقت. اوکی من یه سری چیزا رو بگم همین اول بهتون. به شدت سوالایی که در آوردم سخت، جواب دادنش خیلی سخت‌تر. اوکی اینو من فقط بهتون بگم. این شکلی که من جواب نمیدم، من نمیتونم جواب بدم، من نمیخوام جواب بدم و اینا هم نداره. جواب بدی 10 امتیاز میگیری، جواب ندی حذف میشی و من جوابو میگم. اوکی یعنی من خبر دارم از جوابای این سوالا، از همش کامل. این اتفاقاتی که توی این 2 هفته افتاده دیگه، حالا بنا به همون سری من سوالا در آوردم، هم حقیقت هم جرأت و یه ابیلیتی هم که داره. حالا من اونم توضیح میدم. من همه جواباشو منظورم اینه که میدونم تو اگه نخوای جوابم بدی حذف بشی، من اون جواب رو میدم به هر چیزی که تو ذهن مخاطب به عنوان سوال وجود داره به جوابش برسه. من این وظیفه خودم میدونم. اوکی پس اینجا یه سری جرأت داریم، یه سری حقیقت داریم، یه دونه هم ابیلیتی داریم. اون ابیلیتی به یه نفر میرسه، حالا میبینه دیگه خودش حالا چی هستش چی نیستش. سوالی اگه ندارید بریم که خودتون انتخاب کنید. حالا بنا به شانستون چی واسهتون بیفته دیگه خدا میدونه. بفهم. جرأت حقیقت امتیازش چجوریه؟ 10 امتیاز. هر کی جواب بده 10 امتیازشو میگیره. اگه بخواد جواب نده گفتم حذف میشه، من جوابو میدم. یعنی دیگه نمیبینیمش دیگه نه، اصلا کلا مردان رو تابش کرد چون بازی رو نخواستن انجام بدن. چش. اوکی حله. من میذارم این کارتا رو کامل، خودتون انتخاب بکنید هر کدوم که افتاد دیگه. چرا این به من افتاد و تو رو قرآن عوض کن و تو رو خدا و قسم و آیه و اینا که نه، شانست بوده افتاده، یعنی دست من نیست. اوکی یه دونه از سوالا هم که اسپویل شده، یکی رو حذف کن که به جرئت بهتون میگم آسون ترین کاره جلو بقیه سوال. حله بریم.
از سمت راست و نگین شروع کنیم. هر کدومتون هم برداشتید نخونید تا زمانی که من بهتون میگم. نگین بسم الله. شیشتا از برگه ها حقیقت بود، 5 داشت جرأته، یه دونش ابیلیتیه. اوکی، یه نگاه به برگاتون بندازید جوری که هیچ بغل نبینه، اصلا هیچ صحبتی راجبش نداریم، هیچ. قشنگ معلومه یه سریا تو کارت سنگین کشیدید و خب اوکی. کیا حقیقت برداشتن؟ بالا نگه نگین، علی آرزد، حسین، فائزه، روشنا، مهناز. کیا جرأت؟ بهزاد، زهرا، سپهر، سحر، کامی. علی تو هم که ابیلیتی فکر کنم. علی سفری هم ابیلیتی رو برداشته. داداش تو نفر آخر کارت تو برمیگردونی میخونی تو جمع، یعنی شما هیچ کاری فعلا نداری تا آخرین نفر از حقیقت ها شروع کنیم. حقیقت ها کسی داوطلب داری؟ خودش بخواد بایسته؟ نداریم. حقیقت جرأت بودی تو؟ آره. حقیقتی بهزاد؟ جرأتی تو هم؟ کیا حقیقت بودید؟ سری نگی، مهناز، فائزه. از روشنا شروع کنیم. تو عشق و نفرت از کی بدت میاد؟ تو عشق و نفرت از کی بدت میاد؟ یک نفر رو شما میگید. نگیدم من میگم که تو از کی بدت میاد. من از علی آرزد بدم میاد. فکتش هم میتونم بگم. والا میتونی نگی اگه دوست نداشتی. نه میتونم بگم. ببین علی، واقعا اون جایی که علی سفری عصبانی میشه خیلی دوست داری بیشتر سیخونک بزنی، عصبانی ترش کنی. به خاطر همین واقعا رو مخ میره یه جایی. از علی آرزد شما بدت میاد، حالا به این دلیلی که داشتی. جرأت کار میخواد تو جرأت رو بری؟ آره اوکیه. برای من 10 امتیاز یا امتیازت رو بده به یکی از بچه‌ها. 10 امتیازی که داری رو بده به یکی از 10 امتیاز خودمو. آره این بچه اگه به یه نفر میافتاد که صفرم بود 10 امتیازی که میگرفت رو برمیداد. یعنی اگه جواب میاد تو این برنامه شد 10 امتیاز، 10 امتیاز واسه اون نفر. 10 امتیازی که داری رو بده و خودت صفر میشه. من 10 امتیازمو میدم به مهناز. کامی 10 امتیاز به مهناز. کامی صفر میشه. آره مهناز 10. از دیدگاه خودم اون حالا چالشایی که هر کدوم از بچه‌ها داشتن، دخترها حالا چیزایی رو بعد انجام میدادن که در از سخت‌تر بود به نظر من. خودم بخوام بذارم جای مثلا بچه‌ها، کاری که مهناز انجام داد واقعا واسه من سخت. اصلا
تو خودم نمیبینم انجام بدم. به نظرم حقش خورده میشه اگه امتیاز نداشته باشه دیگه. از جایی که تو نظر سنجم مهرناز رأی نیاورد 10 امتیاز پس ما میدیم به مهرناز، از شما کم میکنیم 0. اوکی. حقیقت علی آرزو تو هم حقیقت. بله. برو. تو این جمع رو کی کراش داری؟ تو این جمع رو کی کراش؟ چرا این کارو میکنی با ما؟ من که دیگه خب میگی من کردم با سوالامو نوشتم ولی شانست بوده افتاد. خیلی بهتر از خیلی سوالای دیگه است. آره. هیچ کس نداره نه؟ نداره ما که میدونیم بالاخره. پسرم نمیشه باشه. نه دیگه من که خبر دارم حالا بالاخره چیزی هست. بله. زهرا بغلم نشسته نزدیک. زهرا یعنی فقط سر این که بغله. بله کاملا جوابش هم درسته. من اونایی که میدونم حقیقت رو میگم. اوی حالا کاری ندارم. حالا نزدیکم نشسته و بغلم نشسته اینه که شعار. بله علی آرزو هم خب زهرا کراش داره. یه جرأت کشتی سپر؟ با اجازت. حسین تو؟ حقیقت. سپر جرأت. امتیاز یه نفر رو کلا ازش بگیر واسه خوده. یه نفری که حالا چه امتیاز داره چه امتیاز نداره. اوکی. 10 امتیاز داره رو امتیاز کامل 0 میکنه واسه خود. اگر امتیاز نداشته باشه طرفم باز اول امتیازی که میگیره واسه نمیدونم چی انتخاب کنم. اشکون چیکار کنی؟ دوست ندارم کسی از دستم ناراحت بشه. دیگه بالاخره برگه که افتاده بهت دیگه دست خودت که نیستش. بالاخره یه بار این کارو انجام بدی مثل بقیه بچه‌ها. من با بهزاد راحت ترم. از بهزاد کم. بهزاد ببخش. راحتی دیگه. امتیاز دارم من. 10 امتیاز داری بهزاد. 10 امتیازی که گرفتی تو قسمت 2 رو تو داری. بهزاد پس امتیازش 0. سپهر 20. حقیقت حسین کشیدی؟ بله. چه صدا در میاد یه جوری. آخه خیلی سوال سنگینیه. پس برو ببین چی. الان جدی من بگم؟ آره دیگه بالاخره باید بگیری. حالا الان یه دوتا دیگه فرق نمیکنه. دوست داشتی با کی یار میشدی؟ دوست داشتی با کی یار میشدی؟ به جز یار خودت که الان هست دوست داشتی با کدوم از بچه‌های 5 تا تیم دیگه یار میشدی؟ اشکان. من اصلا کاری که خودتون برداشتی دیگه. من سوالا رو زدم. شما نوشتی دیگه. خب من نوشتم. یه مقصر من نیستم که حالا. با نگین یار میشدم. دوست داشتی با نگین یار میشه؟ حرفی سخنی دلیلی چیزی داری؟ اگه نداری بریم بعد. نه ندارم. جرأت کیا بودن دوباره من؟ بهزاد و زهرا و سحر. بهزاد تو بازم داریم اونم میگم. حالا دیگه فرقی نمیکنه اونم میخواد بخونه. واقعا جرأت میخواد خوندنش هم جرأت میخواد. یکی رو حذف کن. یکی رو حذف کن. شما من این سوالو اسپویل هم کرده بودم توی اینستاگرام گذاشته این سوال هست. اما دیگه تو خیلی بچه عذاب وجدانی هست. واقعا دعا میکنم به 2-3 نفر نیفته. به تو نیفته حالا به 1-2 تا بچه دیگه ولی خب دیگه افتاد دیگه. یکی رو حذف. خیلی برام راحته. خب سپر رو حذف کنم. اگه میخوای میتونی. خب منم شبیه اون میشم نمیکنم این کارو. من واقعا شعار نیستم و این کارو نمیکنم چون نصف زندگیم سر رفیق بازی رفته. هیچ مشکلی هم ندارم.
میتونم یه کاری هم کنم، ماسک بدم بچه‌ها کامل بزنن، هر کسی دوستش هست اگه بخوای چش داشتی رو در واسه راه بگیره. اوکی با این کار؟ آقا من ماسک بدم همتون بزنید بدون که انتخاب. واقعا سخت. ماسکا رو بزنید. خب برد عجب چقدر سخت من بخوام اعلام کنم چی هست شد تمام سنگینی بارش رو دوش من افتاد. خب بهزاد فائزه بچه با یکی رو حذف می‌کرد دیگه راه دیگه نیست. باید یکی رو حذف می‌کرد، به هر کدوم دیگه‌تون هم میافتاد باید یکی رو حذف می‌کرد. یعنی من میدونم اگه به خودش میتونست حذف کنه خودش حذف می‌کرد. پس فائزه حذف میشه. حالا تا ته برنامه میشینی بعدش می‌بینیم چی میشه. اوکی ولی راه داریم برای فائزه، هم مخاطب میتونه برش گردونه هم که حالا ته برنامه متوجه میشه. رای گیری برای برگشت دوباره داریم؟ یا نه؟ بله. بدم من واقعا برش میگردم خودم. آره خب مجبور بودی دیگه، یه کار دیگه که نمیشد کرد. می‌خواستی برگشت باشه که اصلا منو نمیگفتی که. مهناز حقیقتی بریم. تو عشق و نفرت به کی حسودی میکنی؟ تو عشق و نفرت به کی حسودی میکنی؟ از همین جمع 11 نفره. به نگین. به نگین. چون یکی رو داره که بهش میگه دوستش داره. چون یکی رو داره که بهش میگه دوستش داره. جرأت کی کشیده؟ سحر نمیخونی؟ سحر تو هم جرأتی؟ تو بخون. من احساس میکنم فهمیدم برای تو چیه. برید. من میخوام حذف شم. چرا منو حذف نکردی؟ آقا نمیشه دیگه، بچه حذف کرده دیگه تمام. زهرا جرأت. چی شده آقا نه هیچ بچه هیچ اصلا نه دخالت نکنید تو کارت هم. همه توی اندازه دوست چیکار کنم؟ خودم الان گیرم دارم میلرزم چی بگم؟ آقا ول تو هم میگفتم همون حرف اونو میزدی اون که همتون میخوای حذف بشین. آقا جا داره برگردونی. نه آقا نه نمیشه. اگه مقدور حذف کنم کارتشه. خب کارتشه دیگه چیکار کنم؟ زهرا جرأتت. یه خورده فضا ناراحته الان من. بچه‌ها خوشت اومده؟ نه ولی خب در این حد دارک نیست. خب بگو. با یکی از بچه‌ها که واسط انتخاب میکنن برو دیت. شما با یکی از پسرای جمع که حالا بقیه بچه‌ها واسهتون انتخاب میکنن میری دیت و تمام اون دیت رو از 0 تا 100 هم استوری میذاری بعد از پخش برنامه. اوکی؟ اوکی. سر خوب باش. حالا که از مهناز شروع کنیم، یه نفری که زهرا باش بره دیت. علی آرزو. آرزو طبیعیه. روشنا. من واسه هیچکی همچین بلایی رو نمیخوام، با کامیاب برم. دست شما در نکن. با کی برم؟ با کامیاب برم.
اتوه. منم بلای واقعا. 2 تا کامیاب. فایز نظری ندارم. خب بدی نظر. الان از بین بچه‌ها پسرا یه نفر اتفاق کنه زهرا بره برید. نظری ندارم. خب حالا باید یکی بگیم دیگه. حالا من استثنا قرارشیم نمیتونم خب نمیشه. من بقیه بچه‌ها خب بگم. یه پسر که حالا هر کی خودش فکر میکنه اوکی خب تر. بقیه واسش تصمیم میگیرن. هر کی بچه‌ها چی گفتیم شما علی آرتا؟ علی آرزت 2 تا کامیاب 2 تا سحر 3 تا کی جواب معلومه دیگه. علی آرزت 4 تا منم علی آرزت به خاطر اینکه هم به هم میان هم قدشون به هم میخوره. زهرا گفت اسکین پوش دوست نداره. من اسکین من قد پوش گفت حالا اسکین نپوش رفتی دیت نپوش اسکین نپوش. کامیاب 3 تا. علی خودت هم که تکلیف مشخص کراش هم داری. بگم دیگه نه دیگه بذار گفتی بگم. تو قبلش گفتی بذار این بلای اونه یا اون این بلای من اون بلای اونا. اون بله اونه. تو دیگه چرا متفاوت باشن دیگه. حسین گفتی با حسین نگی همینجور با حسین علی آرزت علی آرزت نگی اف آر اس با علی یکی بره نمیدونم کی با علی آرزت بره. ببخشید کلا ما داستانو با کی بره؟ دوست داری بره با حسین؟ نه بابا گفتم بچه داره حالشون خوب شد. نگی با کی بره؟ علی آرزت زهرا با علی آرزت میره. طبق رأی اکثریت یه روز دیت نیاورد. کامیاب 3 تا. من چند تا؟ خیلی دیگه احمد تو طرفدارات بیشتر. و 0 تا 100 دیتتون هم جفتتون استوری میذارید. هم زهرا هم علی آرزت. اوکی بریم برای فاز حقیقت کشیدی؟ بخونم؟ آره. حذف شدن که تو این برنامه خوشحال میشیم. من حذف شدن هیچ کس خوشحال نمیشم. یه نفر رو دیگه باید فکر کنم مردم از حذف شدن من خوشحال میشن اصولا. تو این مدت محبت زیادی به من داشتن. اگه بشه خودم دوست داشتم حذف شم، واقعا خوشحال میشدم. هم من هم مردم. خوب پس از حذف شدن خودت. حالا استثنا یه دونه رو الان خاطر شرایطی هم که دارید چی نمیگم. از حذف شدن خودت. اوکی. جرأت آخرمون سحر. نمیشه من حذف شم؟ خب نه نمیشه دیگه. خب من میخوام حذف شم واقعا. خودتون میدونید چی به من افتاده. خب من بابا میگه من مقصرم الان دیگه شانس خودتونه برداشتید دیگه. آخرین جرأته. خب من میدونم این چی. یارو تو عوض کن. جرأت آخره اینو میدونم. منتظرش بودم ولی چرا باید به سحر بیفته؟ که حالا دیگه شانسش. چرا به ما افتاد اینا؟ دیگه به هر کدوم از بچه‌ها یه چیزی افتاده دیگه. رو شانسشون افتاده. من دیگه هیچ وقت نمیتونم با سفر یار باشم. نه دیگه تا ته بر. یعنی چی؟ خب دیگه با یارو عوض کن. یعنی چی نداره. در امتیاز کم کردیم من دیگه. برای منم برگردیم بود. نه بهت اصلا دخالت نکن. بذار کار خودشو بکنه. من میخوام بگم علتش اینه برای هر کی یه چیز دوست داره. بزنن ماسک بزن. ماسک تو بزن دیگه. الان سفیم فایزه بزن. سپر جان بزن ماسک تو بزن. بهزاد جان بزن. هر کیو که میخوای حالا الان منو انداختید تو. من خودم هم ناراحت میشم. خب میفت ولی دیگه شانس. خب باید چیکار کنم من الان تو یارتو با یکی عوض.
حل برد قسمت سخت ها میفت. سپه برد سحر از قسمت بعدی وای میسته با کامی، سپهر هم وای میسته با نگین. از قسمت بعدی بازیامون دوباره 2 نفر از تیمی، سپهر با نگین وای میستن تو بازی، سحر هم با کامی. دیگه باید یکی انتخاب میکرد دیگه، حالا شانسش افتاد دیگه، بازیه دیگه، روال بازیه. ما الان این شکلیه، جلوتر هم بیایم باز سخت‌تر از این هم هست. هر کم هر جا بخواد میتونه اگزیت بده دیگه، من نمیخوام نیست. یه حقیقت فکر کنم فقط مون داره. درسته؟ همه خوندن؟ یه نگین فقط مونده. نگین تو هم بخون بعد بریم واسه علی سفری. پشت سر کدوم از بچه‌های عشق و نفرت پیش یکی دیگه حرف زد؟ پشت سر کدوم از بچه‌هایی که توی این جمع هستن پیش یکی دیگه حرف زدی. و اینم من بگم 100% تو این جمع 11-12 نفره این شیطنت‌ها هست. حالا اینکه این سوال افتاده به نگین دیگه مجبوری جوابشو بدی دیگه. پشت سر فایزه صحبت کردم که الان که حذف شدی واقعا ناراحت شدم. یعنی قلبا دوست نداشتم حذف بشی. و اگه اون قسمت قبلم سر داد زدم واقعا عصبی بودم. ببخشید اگه پشت سرت صحبت کردم. منم معذرت میخوام اگه بد حرف زدم. اوکی پس نگین حالا پشت فازه دلیلش هم گفت و برید سر فقط علی سفری. علی بخوای بخون ابیلیتی تو. ابیلیتی من اینه که یک بار میتونم یکی رو به بازی برگردم. شما یک بار میتونی یک نفر رو به بازی برگردونی. هم میتونی الان از این استفاده کنی، هم میتونی بذاری جلوتر از زمانی که اصلا خودت حذف شدی، هر کدوم از بچه دی. یک بار تو کل چالش. واقعیتش می‌خواستم ابیلیتی رو واسه خودم یا واسه کسی که در آینده بازی می‌خواستن حذف کنن نگه دارم. ولی از شناختی که فائزه پیدا کردم تو این برنامه، خیلی دختره صادق و مهربونیه. من دوست دارم بازی حذف شه. من این ابیلیتی رو همینجا خرجش میکنم. دوست دارم که فائزه تو بازی بمونه. اوکی پس فائزه هم میمونه و دمت گرم علی. بهزاد از همه آروم‌تر شد. اون بچه خیلی عذاب وجدانی. من میدونم یه تا ته برنامه می‌خواست بگه وای من چک کردم. خب فائزه هم میمونه. ما اینجا هیچکی رو از دست نمیدیم. فقط اتفاقاتی که افتاد اینه که از بازی بعدی که 2 نفر است، سپهر وای میسته با نگین به عنوان یار، سحر هم وای میسته با کامی به عنوان یار. شما 2 نفر هم که یه دیت میرید. بعد از اینکه این قسمت پخش شد از 0 تا سر دیتتون استوری میذارید، هم میبینن. یه موضوعی هم که هستش اینه که من برای همتون یه سری کامنت در آوردم، تک به تک جداگونه ازتون این سوالا رو میپرسم. نفر یه دونه کامنت که خیلی هم پرطرفدار بوده، حالا سوالایی که مخاطب داشته و این داستان ازتون میپرسم، جواب میدید جداگونه. و ببخشید سوالا سخت بود، واقعا سخت، چالش جرأتش سخت و هر چی سخت بود. من به خاطر اینکه فضای بازی به شدت جذاب باشه، اینو من میگم، باز با 7-8 نفر قشنگ مشورت کردم، در آوردم، گذاشتم، حتی هیتم به جون خریدم برای اینکه برام خیلی قشنگ‌تر جذاب‌تر باشه. به هر حال جدا از هر داستانی ما اینجا جمع شدیم برای $5000 که قراره به 1 نفر برسه. اوکی بازیه. من رو روال بازی میرم جلو. بقیه چه داستانی دارید با هم دیگه اینا رو من کاری ندارم. مرسی علی بازم. قربونت برم. خواهش می‌کنم.
داداش جان شما یکی از کامنت خیلی زیادی که داشتی میگی چرا موهاتو افشون کردی رفتی تو آب سر چالشت که پاتو باز کردی تو عقلت نمیرسه موهاتو ببندی. ببخشید من اینجوری میگم حرفی بوده که خیلی زدن حالا من بودم ما افشون خب داشتی دیگه افشون هم بودی دیگه تو آب اینجوری میماری بالا اینجوری نه حالا چیزی که خیلی پرسیدن. آقا ما یه غلطی کردیم بدون کش رفتیم و اینکه اصلا خودم اون لحظه واقعا حواسم نبود و از همگی عذرخواهی میکنم. فکر نمی‌کردم زوم شن مردم اون کشه و سر افشون ما. روزی 50 تا واسه من اسکرین شات پسر دایرکتش چرا افشون کردی خب اوکی یه دونه این که چرا اینقدر بی‌معرفتی یارت زیر سوسکاس میای بالا تیکه میندازی. اینم بوده؟ بله من نجاتش دادم بی‌معرفت. من نجات دادی که میای بالا تیکه مینداختی دیگه. قبلی بود اونم خب تنشمون از قبل همینجوری اومده بود جلو دیگه شده. مال ولی گذشته است مال پیشینه بود. نه گذشته اینم من بگم نه تو خود ویلا هم سر اینکه کی بره تو محفظه با هم دیگه دعوا داشتن. یعنی سر همین قرار بهزاد بره تو محفظه بخاطر سری شرایط ما نمیتونستیم روشالا بفرستیم تو آب. تصمیم بر این شد که بهزاد بره تو آب روشالا بره تو محفظه. سر همین قضیه دعوا و این داستانا داشتن پیکات هم سر اون مینداختی دیگه. من که میدونم اینو که دیگه تا حالا اونجا رو ما همه جا دعوا رو درست فیلم نداریم ولی دیگه من که خبر دارم اونجا منم ساده رو مردم اینم الان باید عذرخواهی کنم. و نه کلی میگم که تیکات به خاطر اون دعوای قبلت مینداختی. یعنی اینجوری نبوده که مثلا آره ما گذشته با هم داستان داشتیم. بله گذشته واقعا گذشته. دنده میده آقا تو دعوا حلوا پخش نمیکنن. دنده داد من نه میدونم اون که یه چیزی گفت حالا من کار ندارم. اگه مخرب اعصاب مردم شدم اینم عذرخواهی میکنم. یه کش داشتید یه عذرخواهی اعصاب لیست بدید ببینید چی دیگه. دخترک هیت خورم من نمیدونم چرا هم روشنه بنده خدا هم فائزه اینقدر هیت میخورن. حالا به اندازه فائزه نخوره ولی در کل حالا به فائزه هم میرس. روشنا آها اینو من بگم یه کامنتی که هم خیلی یاد نمیدونم حالا چرا اینجوریه دوست دارن این قضیه رو همه سری خیلی اذیت میشن اینه که اصلا مشکلت با بهزاد چیه چرا انقدر با هم دعوا میکنه. مثلا من یه چیز قبل از که روشنا بگم اینو کلا با هم مشکل دارن. من نمیدونم مثلا سر ایتال چی داست. یعنی من توی اینستاگرام یه چیزی گفتم خبر از دایرکت ها نره بهزاد تو دایرکت واسه من میفرسته حرفای دعواش با روشن تو دایرکت واسه من میفرسته. یعنی این داستان تو این دوتا خیلی زیاده. حالا در کل شما این دوربین بچه‌ها من یه چیز بگم بهتون. قضیه من و بهزاد اینه که از اولین روز که من بهزاد رو انتخاب کردم اومده به من میگه که چرا منو انتخاب کردی تو رو در وایسی قرار گرفتم. خب بابا من ناراحت میشم دیگه. توی جمعی بودیم من هیچ کس رو نمیشناسم گفتم با بهزاد وایسم میشناسمش حداقل اوکی تره تو اون جو سنگین. بعد قضیه قسمت دوم که شما در جریان بودی منو کشت که تو باید بری تو محفظه سوسک. بابا حالا یه دونه سوسک بود دیگه. حالا من رفتم اونجا سکته کردم اومدم میگم یه دونه سوسک. ولی واقعا بهزاد سر این قضیه‌ای که کی بره تو محفظه خب فکر میکنم بیشتر از 3 ساعت داشت با من بحث میکرد. بله ما اصلا چالش روشنا و بهزاد دقیقاً بعد از چالش نگینا بود. یعنی شما فکر کن ما ساعت 3 اومدیم چالش نگینه گرفتیم تموم شده مثلا بعدش اومدیم چالش روشنا و بهزاد بگیریم انقدر با هم جنگ و دعوا داشتن خوردیم به شب. یعنی هوا تاریک شد. حالا یه دونه این کامنت هم خیلی بود که چه حسی داشتی وقتی بهزاد از زیر آب میومد بالا به تیکه مینداخت؟ حس بد. من تو استوریام هم گفتم من انتظار داشتم بهزاد سریعتر پاشو باز کنه بیاد منو نجات بده بعد اومده بالا موهاشو میزنه کنار به من تیکه. نه حالا اون بنده خدا که به اشتباه یه بند نبست به موهاش ولی خب در کل ولی خب به هر حال این که من ناراحت شدم دیگه. حالا شما نیستین نمیبینی چه اکتایی میاد چه چیزایی به من میگه. ولی واقعا همه هم گفتن چون تو داد میزنی همیشه آدم بد نمیشی ولی حق با توه. در کل که حالا
من دوست دارم کسی رو خراب بکنیم و این داستانا، ولی واقعیت‌ها رو میگم بگیم. یه چیزی هم که خیلی من راجع به خودم خوندم، بیشتر توی اینستاگرام این کامنت خیلی گذاشت، دختره چند میلیارد گرفته بخوابه تو سوسکا مثلا، یه همچین چیزی. خب یعنی من اینو بگم بچه، من به هیچ کدوم این بچه‌ها نه یه ریال پول میدم نه یه ریال میگیرم. خب نه بازیه، به قید قرعه افتاده بهشون. حالا یکی شما انتخاب میکرد، اینو قبول دارم روشنا کمتر از بهزاد از سوسک میترسید، ولی اینجوری هم نبود نترسه کلا. بابا اصلا هر کسی هم نترسی یهو 200 تا سوسک بیاد رو اصلا دیوونه میشی. بله. اصلا تو بگو 100 تا دیوونه میشی. بعد من هی داشتم سعی میکردم اونجا که بگم که خب اینایی که رو من سوسک یهو رفتن داخل پیرهنم، اونایی که میبینین یهو کم شدن داخل پیرهنم. بله. بعد پاک شدم فهمیدم چی شده، از شوک اومدم بیرون فهمیدم چی شده، چون همه گفتن که تو پا شدی تازه جیغ زدی. عزیزم من تازه دیدم 200 سوسک روم بوده. 150 اصلا 100 تا برادر من سکته کردم. من خدا تکتم و الان دست دادم. نه ولی خب در کل مرسی. این توضیحات هم بیاره دمتم گرم. خواهش من آروم شدم، فالوورام بهم گفتن آروم باش. مرسی بر فالوورات گوش می‌کنی. آروم شد حفظ می‌کنی. ممنونتم. کامی واسه تو خیلی این کامنتو گذاشتن که چقدر بچه با شعوری هستی، کاش همه شعور تو رو داشتن و هم از اینا یه دونه می‌ذاشتن. نظر لطفتون واقعا لطف دارین به من. همین الان آمد تو داشت خیلی کامنت با شعور داشتی. آره از توضیحات این کامنت واقعا زیاد داشتم. حالا تو دایرکت هم به خودم گفتم نظر لطفتونه. بعد اینکه تو جوی که بود و خب مثلا بین دو نفر میفهمم کار درستی که بعد انجام میدادم همین کار بود دیگه. چیز کار عجیب غریبی یعنی نکردم. بله. بعد اینکه اگه خودت بخواستی که انتخاب کنی که انتخاب کردی؟ آقا من بچه بی‌حاشیه‌ام. نه آقا تو اگه بخواستی که انتخاب کنی که انتخاب کردی؟ واسه همه سواله. تتوماتو بود اینجوری میدادی پایین. آره اونجا هرچه پیشرفت خوشایند داشتیم پلی میکردیم حقیقتشو بخوای و مسیر منحرف شد و بچه‌ها تو لجبازی خودشون ما رو سهیم کردن. دیگه ما ادامه داستانا رفتیم. بله. زهرای آروم ساکت ولی همه تو کامنت ها تعریف کردم. یه سری کامنت هم که حالا یه سری لایک گرفته، لایکش خیلی زیاد نه ولی لایک گرفته اینه که چرا انقدر ساکتی، چرا انقدر آرومی، چرا انقدر مظلومی، ولی واقعی این نیست. یعنی نه انقدر ساکته نه انقدر آروم، ولی تو برنامه نمیدونم حالا چرا اینجوریه. حالا بخواه دیگه شما این دوربین والا راستش جو برنامه و جمع دوستان یه خورده یه شکلی خیلی سنگینه. و اینکه منم یه خورده آدم استرسی ام، زیاد دعوا و چالش و اینا دوست ندارم. تا جایی که امکان داره سعی میکنم خودم رو از دعوا و چالش و اینا بکشم بیرون. به خاطر همین سعی میکنم دخالت نکنم دیگه. شما یه جا هم دقیقاً یه نقطه هستی که توی پر چالش و دعوا زیاده. دقیقاً ولی سعی میکنم حداقل از طرف من یه خورده جو آروم باشه. کامنت چقدر حالا از زیباییاتون هم گفتن، چقدر زیبایی، چقدر همین داشتید در کل. حالا به هر حال مرسی، لطف دارن. حالا تو دایره کامنت ها خیلی ازم تعریف میکنن، واقعا خیلی حس خوبی میگیرم. مرسی، ممنون، لطف دارن. خوش مرسی. سپر رو حالا من بعد از اتفاقات این برنامه الان نمیدونم چجوری بخونم، ولی کلا نوشتن که ولی عشق سپر به سحر چقدر به هم میان، چقدر میاد. حالا الان هم چیز خاصی نشده که حالا یاراتون عوض شده. اصلا روت میشه اینا رو به من بگی؟ نه خدا وکیل من واقعا دیگه چی بگم آخه، چه سوالی بود طراحی کردیم واقعا. عدم باید به سحر بیفته. من که گناهکار نیستم، خودتون برداشتید آقا. حالا سحر از اون موقع نشسته حالا گریه زایه. خب من که گناهکار نیستم، خودتون شانستون بوده، حالا از شانس حالات اومده من افتاده شما. من چه میدونم توف تو این شانس. فقط همینو دارم بگم. خیلی بازم من معذرت خواهم اگه روال برنامه بودید، ما رو همین مسیر رفتیم. ما هم که به حرف شما گوش میدیم، ولی
قشنگیش این بود که من و سحر 100% با هم 100% موفقیتمون در منم از قصد شدتون نگم دیگه، حالا افتاده دیگه شده دیگه. مرسی. قربون تو برم. قشنگ کنار هم دیگه خیلی قشنگی، فقط یار رسید کنم. مرسی. قربون من تو برم. با اجازه. خب سحر یه دونه اول از همه شما اینو اول جواب بده، اخمن به من نکن الان یه جوری من مقصر منم. شما یه دونه این که چالش شما خیلی آسون بود، اصلا 10 امتیاز حقتون نبود. یه دونه این نه لابد از این که خاک بریزم روشون نمیترسم دیگه کسایی که اینو نوشتن. من اصلا قرار نبود برم تو قبل، قرار بود سپهر بره، ولی من به خاطر اینکه هر کدوم از دستام 2-3 بار شکسته توانایی بیل زدن نداشتم واقعا. بعد من قبلم واقعا میترسیدم، اون صحنه که خاک میریختن رو خیلی اذیت شدم. اما خب به خاطر اینکه سپهرم استرس نگیره من هیچی نگفتم اونجور. بازم نظرتون به من محترم. گروه شما یکی این که من حالا اینم از خودم بگم، من معذرت می‌خوام اگه این وسط حالا اتفاق افتاد تو به اجبار یکی از سخت‌ترین چالش‌های ما رو داشتی. من زندگیم بد شانس بودم، این تقصیر شما نیست. یه الانم ترجیحم این بود که بین کسایی که اینجا میشناسم من با نگین راحت ترم، نگین با سپهر وایسه که من استرس نکشم. قربونت برم. متشکرم. مرسی. شاکریم. فدات زنده باش. پسر بی حاشیه اینستاگرام. خب آقا واسه شما یه 2 سوال دارم. یه از قسمت یکمونه. یه سری خیلی خوشحال شدن تو فائزه رو انتخاب کردی. یه سری خیلی ناراحت شدن تو فائزه رو انتخاب کردی. میخوای یه جوابی اول به این بده بعد بریم. یه کامنت دیگه هم داشت اونم خیلی پرطرفدار بود. در مورد قسمت اول که دیگه همه میدونن من چرا فائزه رو انتخاب کردم، خیلی نیاز به توضیح نداره. گفتم که علتش چی بوده، برای چی این کارو کردم. همین. یعنی برم سراغ قسمت 2. آره برید سوال 2 لطفا. چرا خوب شد که سخر نرفتی بالا، فائزه امتیاز نگرفت. خیلی این کامنت لایک داشت. خیلی حالا عجیب بوده، حالا اونایی که نوشتن حالا لایک کردن، ولی بازی بوده دیگه. من تا جایی که تونستم تلاش خودمو کردم و اینکه بعدش هم حالا با اتفاقایی که قسمت 2 افتاده، اون صحبت و برخوردایی که داشتیم، 2 طرف عذرخواهی کردیم که حالا دلخوری پیش نیاد، چون من گفتم سخت نوردم نبودم که بتونم مثلا همچین اتفاقی برم بالا. به خاطر همین تلاشمو کردم ولی خب نشد. من اینم بگم خیلی منصفانه نیست که مثلا حسین همچی چالشه بره بقیه بچه‌ها چالشه دیگه سخت، این خیلی سخته، این سخته رو بالا بریم و اینا. من باز میگم ما تو قسمت 1 به قید قرعه این چالش‌ها رو دادیم که حالا اون قسمت متاسفانه به خاطر سری اتفاقاتی افتاد حذف کردیم، خیلی جاهاشو نتونستیم اینو بذاریم، ولی اینو بدونید که چالش‌ها شانسی افتاد بین بچه‌ها و اگرم من تایم 3 دقیقه برای حسین گذاشتم چون اونجا جلوی چشم خودمون هم من بود هم حسین 2-3 نفر که حالا رشته‌شون هم این نبود، ولی تو تایمای مثلا 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم رفتن من به خاطر همین حالا حسین چون رشته‌ش هم همچین ورزشی نبوده دوبل کردم، یعنی گفتم 3 دقیقه دیگه، حالا که اینجوری شد. اگرم سخت بود منصفانه نبود من معذرت نه خواهش می‌کنم، شما چرا معذرت خواهی کنید، ولی خب رشته سختیه. بله سخت نوردی اینجوری نیست که تا 4 تا پله بری بالا، بخره فشار رو دست و کتف و بازو اینا میاره دیگه. 100%. مرسی. اگه اجازه بدی من برم بگم نفر بعدی بیاد. بله حرف دیگه ای. ممنونم از همه کسایی که من حمایت کردن، کامنت خوب گذاشتن. ان شاءالله که همیشه حال دلتون خوب باشه. مخلص. مرسی. نگین دختر پرحاشیه اینستاگرام. بدبخت. خب نگین یه دونه قسمت 1 خیلی این کامنت داشتیم، لایک هم به شدت گرفته بود، این که چه حسی داشتی حسین تو به عنوان یار انتخاب نکرد؟ همه فکر می‌کردیم تو رو انتخاب می‌کرد و اینا تو این مدل‌ها. حس خاصی نداشتم، به انتخابش هم احترام می‌ذارم. همین؟ آره دیگه چی بگم؟ نه والا من که دعوا با من نداری کامنت گذاشت اتفاقایی افتاد دیگه. اوکی تو قسمت بعدی هم که نوشتن که چقدر عشق کردیم اونجا که پشت حسین در اومدی غیرتی شدی رو شد، دمت گرم، جواب فائزه رو دادی.
حالا من تو این برنامه هم عذرخواهی کردم، تو اینا یار هم بودن، حالا دعوایی بینشون پیش اومد و شب من البته دخالت کردم، ولی واقعا اون حرکت منم ناخواسته بود. یعنی خیلی به خودم فشار دادم هیچی نگم، سکوت کنم، بهش هیچی نگفتی این شکلی. ولی دیگه یهو انگار منفجر شدم. این 2 تا کامنتی بود که بیشترین حالا لایک رو گرفته بود، گفتم بخونم. اگه صحبت دیگه، حرف دیگه. نه، ممنون از حمایتاتون، دوستتون دارم. همین. یارتم که عوض شد و خوشحالی. نه آقا محمود چی وقت کجا بگم یارتم که عوض باش برس بگم نفر بگی. بله ممنون. علی کامنت خیلی داری تاسلت بخواه. بعد علی کلا اینجوریه، یا کامنت خیلی مثبت داره یا کامنت خیلی منفی. یه دونه کامنت که خیلی زیاد بود بذار من ترکیبی میگم. اینه که تو چرا انقدر عصبی؟ مثلا دلیل این همه عصبانیت چیه؟ دوتا با هم دیگه یارن، اصلا مشکلت چیه؟ دوم این که اصلا مشکل با علی آرزت چیه؟ این یعنی من راجع به گزینه 2 میخوام صحبت کنم. مشکلم با علی آرزت. من که اصلا با علی آرزت مشکلی نداشتم، اصلا علی آرزت هم اصلا نمیشناختمش. وارد برنامه شدیم با علی آرزت آشنا شدیم قبلش و موقع این اتفاقی که افتاد می‌خواستیم یارا رو انتخاب کنیم، مهناز مثلا علی رو انتخاب کرد، حالا به عنوان یار انتخاب کرد. تو که قبلش منو میشناختی، میدونستی که چه خبره. بعد یه منو نگاه می‌کنی، نیشخند میزنی و ادا اصول در میاری، اینا یه خورده واسه من سنگینه. آره نمیدونم، حالا مثلا میتونست یه جوری دیگه رفتار کنه. احساس می‌کنم می‌خواست منو تحریکم کنه. و دو این که مثلا دلیلی هم نمیبینم که بهزاد مثلا با روشن سوار ماشین میکنی بعد یا مثلا مهنازم داخل ماشین باشه یا بیاد نه الان نه هیچی نمیدونه. بذار اینو بگم، نه اینجوری بوده که ما سر ویلا تو قسمت 2 اصلا داستان از همینجا شروع شد. یه داستانی که توی قسمت 1 داشتیم سر انتخاب یار، حالا که ما نذاشتیم ویدیو شد، تو بخش چالش ها که رفتیم علی آرزت رفت، حالا تو مسیر بودن مهناز و بهزاد و روشنا رو با هم دیگه، بهزاد و روشنا هم بودن همه با هم دیگه اومدن سر لوکیشن که فیلم برداری کنن که دیگه حالا یه داستان. حالا من واقعیتش خب دیدید بچه مثلا قلبتون یهو میریزه، یه حس بعد بهتون دست میاد. من این حس بهم دست داد، یه حس خیلی عجیب غریب، خیلی واقعا ناراحت شدم. حالا من واقعا اصلا یه جوری شدم مثلا. آره تعجب کردم و به خوردم واقعیتش بخوام ناراحت شدم. براشم دعوا رو انداخت. یه تو واقعا که اتفاق ندیده، مخاطب ندیده، سوال میشه. نه ما یه دعوا اونجا داشتیم بچه‌ها. بعد دیگه تو قسمت اومدیم تو کافه هم که اومدیم دوباره یه دونه اینجا بشر خورد و دیگه حالا آره اون اتفاقی که تو ویلا افتاد که من از شما عزت‌خواهی کردم، دست خودم نبود دیگه، خودش باعث شد اون اتفاق داخلی. من سرویس بذارم مثلا بچه‌ها برید خود سرویس. بعد یه خب چرا عصبی؟ چرا عصبی هم؟ نه من عصبی نیستم. چرا عصبی بودی دیگه بابا؟ تو زدی رو میز و اینا عصبانی. خب عصبانی میکرد دیگه، نیشخند میزنه مثلا. حالا آدمو بد میکنه، قصد میکنه دوست داره مثلا من باش طرف شم، مثلا کاری ندارم. بعد دیگه تصمیم گرفتم دیگه علی آرزت رو دیگه نادیده بگیرم. من لطف می‌کنی خدا بده ما این برنامه رو صحیح سالم ضبط کنیم. شما زحمت می‌کشید. بعد من یه تشکر می‌خواستم بکنم از همه کسایی که به من رأی دادن بابت نظرسنجی. خیلی دوستتون دارم، ان شاءالله که انشالله دلتون خوب باشه، تو زندگیتون مثل علی آرزت نبینید. قربونت برم علی جان، برید. قربونت. دمت گرم. خدابه. مهرناز آتیش بپا کنه جمع. نه یه دونه کامنت که استاد خیلی بوده اینه که دلم خنک شد علی آرزت انتخاب کردی. بعد یکی دیگه هم این بود که چرا اینجوری علی آرزت انتخاب کردی، علی آرزت خواستی بچزونی علی رو. این دوتا کامنت خیلی زیادی بود که گذاشته بودن. چزوندن که اصلا من قصدم این نبودش، ولی فکر میکردم که به نظرم یارای خوبی برام نمیشیم من و علی. چرا فکر میکردی؟ یه چیزایی که دیده بودم این حس داشتم که یارای خوبی نمیشیم برام. علی خب یه صحنه هم دوست داشتم به چالش بکشمش که گفتم من علی رو انتخاب میکنم، علی آرزت. نه قصد داشتی اینا. یه نمور کوچولو. یه دونه دیگه هم که خیلی تو قسمت 2 داشتی اینه که اون لحظه‌ای که تو استخ علی سفری دیدی چه حسی داشتی که داشت دستتو باز می‌کرد؟ دیگه هم یکی از کامنت خیلی زیاد بوده.
انتظارشو نداشتم. چه علی سفر باش، مرسی، دوستتون دارم زیاد. خب علی آرزده و آقا یه دونه یک دو تا سوال هست، من اینو انقدر به چشمم خورده دیگه همینجا اصلا بپرس، اصلا ولش کن کامنت. تو چی کار کردی که دایرکت من سوراخ شده سر اینکه آقا علی آرزده حذف کنید؟ من نمیدونم اگه میتونستم حذف کنم علی آرزده حذف میکردم، مثلا آقای علی آرزده بندازید بیرون، نمیدونم فوشم داده بودم. فوش که لطف دیگه میدن، نظر لطفشونه. من کار خاصی نکردم، من دعوت شدم به این مسابقه، اومدم انتخاب شدم، لایک دادم، فازی نگرفتم رو کسی که مثلا کسی بهش بخواد بر بخوره. فکر نمی‌کنم حرکت اشتباهی کرده باشه. نه خب تو بالاخره حالا بازی به نظر خودت دیگه، حالا لایک دادی و لایک داد. حالا من به هر کسی دیگه لایک میدم یه اتفاق دیگه میافتاد. اینجوری که من دارم میبینم مثل اینکه نه میتونستی یه سری لایک بده اتفاق نیفته. اینو من حالا جالب مردم میگم، بعد این که خنده هرس درارت من صورتم اینجوریه اشکان کلا بچه هپی فیسیه. آره بچه خوشحاله. آقا نه بخنده، من نمیدونم چرا میخنده. نه کلا حالا من سعی میکنم خودم و روحیه‌مو حفظ کنم تو زندگی، اینجوری کلا خندونم، ولی یه سری کارا از بعضیا بهشون نمیاد، یه سری کارا که میکنن اون بیشتر منو میخندن. خندم میگیره. الان دیگه تو قرار نشد کاری ندارم. نه آقا تیکه چه خنده است دیگه، عادت کنید داشت دیگه. اگه میخوای منم داد بزنم جدی. نه آقا نه بخند. قابلیت نه بخند، نه هیچ کار با بازی کن. خدا خیرت بده. من برای همین اومدم. اومدم مسابقه است بازی می‌کنم. دمتم گرم. عزیزم مرسی. برو این همه هیت می‌خوری هیچی نمیگی باز. مرسی از لطف شما که دعوت دادید. خیلی ممنون. خب فائزه رو ما داریم واسه نفر آخر. من فائزه رو گذاشتم نفر آخر یه صحبتی خودم بکنم. حالا من نمیدونم کار من اشتباه بوده، اتفاقاتی که این وسط افتاده چجوری افتاده که فائزه به شدت هیت خورده و من حالا خودم یه بخشی مقصر میدونم، شاید چون خیلی کارا رو نمیتونم انجام بدم، به خاطر همین یه سری بچه‌ها ناخواسته هیت میشن. مثلا داستان چه شکلیه؟ اینه که الان ما تو ویدیو قسمت دومون یعنی هر 3-4 تا کامنت در بیون یا فوش به فائزه بوده یا بی احترامی بوده، حالا هر چیزی، من کاری ندارم. تو پست اینستاگرام هم همینجوری بوده، ولی مسئله اینه که من توی پیج اینستاگرام استوری گذاشتم، اینو گفتم باز اینجا هم میگم، ما چون همه اتفاقاتی که میفته تو طول برنامه رو فیلم نمیگیریم و شما از خیلی چیزا خبردار نمیشید، از دعواها، داستانها، رفت آمدها، چالنج‌ها، دایرکت‌ها، فوشایی که اتفاقاتی که این وسط میفته خبردار نمیشید، یهویی فکر کنید مثلا ما میایم اینجا مثلا یه سری صحبت‌ها می‌کنیم، یه دعوای اینجا اتفاق میفته و شما فکر می‌کنید از دعوای از همینجا شروع شده. خب در حالی که اصلا این نیست واقعیت. آخرین دعوای این بوده، یعنی مثلا ما سر بانجی جامپینگ یه دعوای به شدت شدیدی داشتیم بعد از بانجی جامپینگ بین فائزه و حسین که خب مثلا منم شبکه خبر که مثلا سری در بیارم بگیرم، من چالشم تمام شد، دوربینا رو جمع کردم این دسته میرم دعوا داستان وسط خیابون داد و بیداد، بعد یهو همون کشته میشه به اینجا که دیگه حالا یه سری حرفا رو شما نشدید، یه حرفی زده میشه که دیگه دلخوری خلاصه به وجود میاد. ولی در کل حالا کاری ندارم، من اینو گفتم بگم که این داستانا هست، یعنی اگه یه چیزی یه نفر میبینید پیش زمینه داره، یعنی یه خورده قبل‌ترش یه سری داستانا هست که چون اونا رو تو ویدیو نداریم، منم 24 ساعته نمیتونم فیلم بگیرم از همه بچه‌ها اتفاقاتی که میفته یا این اتفاقات میفته و حالا یه سری قضاوت خیلی کمه ولی بالاخره پیش میاد. فائزه بیشترین کامنتت اینه دیگه که اول از همه که میگفتن تو اصلا نمیترسیدی از بانجی جامپینگ. حالا من نمیدونم چه حسی بوده بین یه سری از بچه‌ها که این کامنتو گذاشتن که اصلا این نمیترسیده، نمیدونم الکی جیغ و داد میکرد و این داستانه که حالا اینو جواب بده، بعد یک دو تا دیگه هم هست اونم بعد بخونم. ببینیم بچه‌ها، چالشا که شانسی به همون واقعا اومد. قرارم بود اول حسین بره بالا، یعنی جامپینگ رو. حالا به دلایلی حسین به من گفتش که من صخره رو فکر میکنم بتونم تا آخر برم، امتیاز رو بگیریم اینا. گفتم اوکی، با اینکه خیلی من به جون مامانم رو دارم اینجا قسم میخورم، من واقعا فوبی ارتفاع دارم، واقعا میترسم، لبه پشت بوم میترسم حتی وایسم.
چجوری من تو اون ارتفاع میتونستم این همه تایم وایستم؟ فقط رو حساب این بوده که فکر میکردم حسین تا آخر اونو میتونه بره و من نمیافتم پایین. تنها امیدم این بود، ولی خب حسینم که نه اینجا ما بین حرفا دیگه بگه. بچه من این صحنه رو براتون میذارم تقریبا، حالا کامل که نمیتونم بذارم. 2 ساعتی رو ما قبل از اینکه چالش حسین و فائزه رو استارت بزنیم مربیای بانجی جامپینگ اون بالا با فائزه صحبت میکردن که نترس، اوکی باشیم، فقط وای میست اینجا، اگرم 1% حسین نتونست 3 دقیقه گذشته این داستانا میفته یه لحظه تموم میشه. یعنی با 1000 زور من 3 بار خودم رفتم بالا اومدم اون پله ها رو که راضی کنم اوکی باش بابا حسین میتونه این داستانا، که حالا هممون هم فکر می‌کردیم میتونه، چون میگم قبلش من تو برنامه خود یعنی کامنت خود حسینم خوندم اونجا 2-3 تا مربی بودن آقا ما سری میریم و میایم و این داستان حرفا. من فکرم این بود که حسین دیگه تو 3 دقیقه میتونه، سر همین فکر نمی‌کردم مثلا فایز بیفته چون انقدر میترسه، که دیگه حالا شد و افتاد و بعد دیگه حالا جنگ و دعوای بعدشونو که دیگه کشید به کافه. دومیش این که چقدر بی‌تربیتی، قشنگ حالا یه سری چیزای دیگه هم که قشنگ مشخص بی‌شخصیتی زشته دیگه حاجی. به هر حال نمی هر کی حالا یه دلیلی واسه اومدن تو این برنامه داره، یک بالاخره واسه حالا اصلا کاری ندارم دیده شدم میاد، یکی واسه امتیاز میاد، یکی واسه حالا هر کی به هر دلیلی بالاخره میاد دیگه. ولی این کامنت های این شکلی که یعنی ناراحت کننده است واقعا، چون ناکن به حال بچه‌ها دوست دارن، رفیق دارن، خانواده، فک، فامیل، بالاخره میبینن برنامه رو دیگه. خب یه همچین هیت های سنگینی یهویی میخونه، بعد از تحت خانواده هم تحت فشار قرار میگیره. حالا اینم اگه جوابی که داری فکر کنم اینو سر اون داستان چالش من و حسین دارم. آره همه هیتایی که فوشایی که دارن به من میدن. بچه ببینید یه چیزی من بهتون بگم، ما چالنجمون دقیقاً بعد از جامپینگ من شروع شد با حسین دیگه. اومدم پایین به حسین میگم حسین تو که مطمئن نبودی از خودت واسه چی گفتی من برم وایسمون بالاتون ارتفاع؟ تو به من گفتی من میتونم برم صخره رو. و حسین هم برگشته میگه اصلا خوب کردم افتادم، حقت بود افتادی. حالا درسته اونم ناراحت بوده، عصبی بوده، حالا یه حرفی اون موقع زده من، ولی خب بهم برخورده دیگه، قبول کن حرفش قشنگ نبود اصلا. منم استرس داشتم، حالم خوب نبوده، این همه اونجا اون بالا وایسادم، خب بهم برمیخوره دیگه این حرفا رو میشنوم ازش. من اصلا دعوای ما کشمکش پیدا کردنش به خاطر اینه که چند نفر اومدن اون وسط هی داستان و اینا حرف زدن. ولی در کل من خودم دوست دارم مثلا این چالنجا اگه بین یه تیمی اتفاق میفته بقیه بیان حالا یه حرفی هم اونا بخوام بزنن یا اصلا دیگه بر میگیره دیگه، همیشه انگار مثلا بنزین میریزی بدتر میشه. حالا دیگه گذشت دیگه. اینو من گفتم که بیام حالا من اصلا معذرت میخوام اگه تو خیلی این همه حرف شنیدی، این همه حالا داستان اینا به وجود اومد. میگم سر این که فقط چون ماها نمیتونیم از 24 ساعته اتفاقاتی که میفته فیلم بگیریم بذاریم، یه سری جاها رو میذاریم، یه سری برداشتا میشه، یه سری قضاوت میشه و حالا اتفاقا میفته. و حالا دمت گرم، مرسی از شما. حالا امروز هم که یه شوک عجیب غریبی بهت وارد شد. دقیقاً وارد شد، ولی خب خوشحالم که موندی و شوکم اصلا نمیشه تو. نه دیگه ان شاء الله اینجا هرچی خوب پیش بره. من می‌خواستم یه تشکر از علی سفری هم داشته باشم اینجا. دمت گرم واقعا که اون یه ابیلیتی که داشتی رو حالا میتونستی نگه داری واسه خودت، بعداً شاید بخوای استفاده کنی، ولی منو نگه داشتی تو این برنامه. خیلی ممنونم ازت واقعا. مخلصیم عزیزی، دمت هم گرم. اصلا ممنونم از همه مردمم ممنونم، چه اونایی که به من لطف داشتین تو این مدت، چه اونایی که حالا یه هیت دادین به من اوکی هم واقعا با این قضیه. فقط یه ذره
قضاوت میگم ای کاش جوری باشه که آدم مطمئن باشه نسبت به اون داستان، ولی خب وقتی کسی نمیدونه 100% یه قضیه چی بوده، شما فقط یه تیکه کوچیکشو دیدین تو برنامه، پشت صحنه رو نمیبینین، بعد اون داستان رو نمیبینین که چه چالنجی بین آدما به وجود میاد. به خاطر همین میخواستم همتون تشکر کنم. مرسی که هستی. قربون شما. سلامت باشی. بله تمام. من گفتم یه دونه کامنت، 2 تا کامنت هم که خیلی بیش از حد پرسیده شده بود و حالا گذاشته شده بود و بخونم که حالا یه سری موضوعات بیشتر در جریانش باشید. دمتون گرم که تا اینجا برای من نگاه کردید. بدون معطلی بعد از نظرسنجی که بعد از این قسمت واسهتون میذاریم جواباش بیاد، میریم واسه قسمت 4 که چالشش 2 نفره تیمیه و شک ندارم به شدت سورپرایز میشید وقتی چالشاشو ببینید. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. تا قسمت بعدی. سکوت شب خانه زد فریادم، ما تو نشنیدی، دل به پایت افتاد، آرزو کردم بعد از تو عاشق نشوم.